استفاده باسمر زمین در تامین طلبات اهالی با محصولات با صفت کشاورزی و فراوانی بازارهای استعمالی مملکت سهمی مهم دارد. با درک این نکته ساکنان سربلند ناحیه نورآباد هر قطعه زمینی در اختیار داشتهشان را با ثمر استفاده می‌نمایند. طبق اطلاع مسئولان در ناحیه نورآباد 2883 گکتار زمین کشاورزی موجود بوده. از این مساحت 1358 گکتار زمین‌های کرمی آبی میباشد. محمد اقبال عبدالمجید و مهرآور استم از زحمت اهلانه ساکنان ناحیه نورآباد در سمت استفاده با ثمر زمین گزارش می‌دهند. ساکنان زحمتپیشه ناحیه نورآباد اساساً به کشاورزی، چارواداری، باغپروری و زنبورپروری و استحصال عسل شغل دارند. با شکرگزاری از فضای آسایشتگی، اهل زحمت ناحیه زمین‌های در اختیار بوده‌شان را عاقلانه و با ثمر استفاده می‌برند تا مساحت کشت و استحصال زراعت کشاورزی از جمله کارتوشکا را باز هم بیشتر نمایند. در شرایط کوهستان کارتوشکا پروری یکی از ساحه‌های سردرآمد به شمار می‌رود. این است که سالهای آخر در روند عملی شوی برنامه‌های هدفمند ساحوی و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، دهقانان با تخمی‌های خوش‌صفت تأمین گردیده با رویانیدن حاصل بلند و استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی طبیعی درآمد خوب اقتصادی به دست می‌آورند و سطح زندگی خود را باز هم بهتر و خوبتر می‌نمایند. مساحت این زمین از 2 گکتار و 30 سوتیخ است که در این 1 گکتار 70 سوتیخش رو کارتوشکای ناوی الیتا، اریزونا و ایوالوشن و کارتوشکای پیکاسو، کارتوشکای رید سکارلیت کش کردگی که قریب حاصلش باقی رسیده است. در باقی مانده 50 سوتیخ دیگه لوبیوگی، جواری، کدو، هندلا، تربوز، پامیدور، لبلبو کش کردگی. این محصولات رو کارتوشکای الیتا رو ما از گالندیا با دستگیری وزارت کشاورزی 14 تن کارتوشکا گرفتگیم که 5 تنش رو در همینجا کش کردیم. باقی مانده‌اش رو در دیگر جماعت‌های سفید چشمه، مهرآباد، هم جماعت خوندم در بلندکوها کش کردگیم. در عموم امسال کشاورزان ناحیه در همه شکل‌های خوجگیداری در مساحت 750 گکتار کارتوشکا کش کردند. در این روند انتخاب درست تخمی، کارکرد با صفت خاک و مهنت پیوسته کشاورزان به نشونمای خوبی کارتوشکا زمینه گذاشته است. باید گفت که سالهای آخر خوجگیداران ناحیه به شرایط محل مطابق نوهای سرحاصل کارتوشکا را کشت و پرورش کرده ثمره دلخواه به بار می‌آورند. طرز نگاه بین و کاشتن کارتوشکا همین است که زمین رو باید که با طرز دلخواه جفت کنی حاصل به دست بیاری و آب رو در سر وقت و داروهای مینرال در سر وقت از حشرات‌ها ایمن نگاه داری. همین وقت در همین حالت حاصلی خوب به دست آوردن ممکن است. ما از میان کوپراتیو تجارتی نورآباد کارتوشکا رو در دیگر جماعت‌ها در ناحیه لخش کارتوشکا تقسیم کردگیم که کارتوشکا رو تیرما جمع‌آوری نموده در سردخانه خود که حجم 100 تنگه است در اونجا نگاه می‌داریم و اول بهار با دهقانان تخمی نوی الیت آوردگی خود رو تقسیم می‌کنیم. کارتوشکای گالندیا آوردگی ما از کارتوشکای محلی فرق جان است که و کارتوشکای الیت نوی یکم است که این سال ما کش کردیم. از سال دیگر این کارتوشکا یکم ریپرودوکت میشه. مینداری خود رو با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که زمین رو با دهقان دادگی است. دهقان باید که کش کنه حاصل خوب به دست بیاره، خواجگی خود را تامین کنه. ساکنان مهنت‌قرین ناحیه نورآباد هدف گذاشتند که اقتدارهای طبیعی و امکانیت‌های استحصالی را پوره استفاده با زحمت صداقتمندانه در رشد کشاورزی و تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم نظر است گذارند. محمد اقبال عبدالمجید، مهرآور استم، محمد الله زاکر، خبر، نورآباد.